اگه فکر میکنید زندگی هری پاتر از اون جایی که تو کدوم خونه زندگی میکرد عجیب بود، صبر کنید و ببینید وقتی پای نامه‌هایی از هیچکس وسط میاد چی میشه. تصور کن یه روز صبح بیدار میشی و یکی برات نامه بفرسته، بعد یکی دیگه، بعد 100 تا دیگه، اونقدر زیاد که از در و دیوار بریزه پایین. تو این قسمت دقیقاً همون اتفاق برای هری میفته و زندگی معمولیش یهو تبدیل میشه به ماجرای عجیب و بامزه و پرسوال. اینکه کی اول نامه ها رو میفرسته؟ چرا فقط دنبال هری ان؟ چرا هیچکس نمیتونه جلوشون رو بگیره؟ همه چی از همینجا شروع میشه. پس آماده باش که وارد یکی از هیجان انگیزترین بخش‌های این داستان بشیم. صبح یه روز خاکستری و کسل کننده، هری با صدای جیغ و داد دادلی از خواب پرید. هنوز چشمهاش رو باز نکرده بود که صدای پاهای سنگین دادلی از راهرو پیچید و با مشت به در کوبید. پاشو، امروز قرار بریم حیوان خونه، عجله کن تنبل. هری از تخت کوچیکش پایین اومد. اتاقش همون کمد زیر پله بود، تاریک، تنگ و بوی نم قدیمی میداد. هیچ کس براش اهمیتی قائل نبود. نه لباس درست داشت، نه جای راحت و نه حتی یک نگاه محبت آمیز. وقتی هری وارد آشپزخونه شد، ورنون با هیکل بزرگ و سیبیل همیشگی پشت میز نشسته بود و روزنامه میخوند. دادلی، پسر چاق با صورت همیشگی سرخ و موهای نارنجی، صبحانه‌اش را میخورد. پتونیا با چهره استخونی و موهای مشکی نگاه تحقیرآمیز به هری انداخت. هری گوشه نشست، نه انتظار صبحانه داشت و نه انتظار رفتار بهتر. اما حس عجیبی در هوا بود، حس یک اتفاق غیر معمول. یه چیزی بزرگ در راه بود، چیزی که زندگی هری رو تغییر میداد. روز بعد نامه عجیب رسید. نامه روی کاغذ ضخیم و با جوهر سبز نوشته شده بود و هیچ فرستنده‌ای نداشت. هری با تعجب نامه رو برداشت، اما ورنون فوراً اون رو گرفت و پاره کرد. هری که عادت کرده بود به تحقیرهای روزمره تعجب نکرد، اما احساس کرد این نامه‌ها یه چیز مهم و خاص دارن. فردای آن روز نامه‌های بیشتری رسیدن و دیگر نه از پست نه از در معمولی، بلکه از روش‌های عجیب و جادویی، از زیر در، پشت شومینه، لای دودکش‌ها. هری هر بار با هیجان بیشتری نامه‌ها رو میدید و میخواست بفهمه فرستنده کیه و هدفش چیه. ورنون و پتونیا دیگه نمیتونستن جلوی نامه‌ها رو بگیرن. هر نامه جدید عصبانیت اونها رو بیشتر میکرد. ورنون تصمیم گرفت خونه رو ترک کنن. گفت اینجوری نمیشه، باید جایی بریم که هیچکس نتونه نامه‌ها رو پیدا کنه. آنها به خانه عموی ورنون رفتن. خانه بزرگ و خلوت، اما نامه‌ها همچنان پیداشون میکردن. هری کم کم فهمید نامه‌ها جادویی و هدفشون فقط هریه. دادلی که همیشه حسادت میکرد گیج شده بود و نمیتونست متوجه بشه چرا هری خوشحال و هیجان زده است. اما هری حاله یه حس شگفت‌انگیز داشت. بالاخره کسی وجود داره که میخواد با من ارتباط برقرار کنه. وقتی ورنون دیگه نتونست جلوی نامه‌ها رو بگیره، تصمیم گرفت به جزیره دورافتاده‌ای برن، جایی که هیچ پستچی و نامه‌رسانی نمیتونه اونها رو پیدا کنه. اونها به کابین کوچیک رسیدن، وسط جزیره، کنار ساحل و درختان بلند. ورنون فکر میکرد همه چیز تموم شده، اما همون شب نامه ها از هر کجای کابین پیدا شدن. زیر بالشت، داخل جعبه های غذا، لای شیشه پنجره. هری با حیرت نگاه میکرد و حس کرد این نامه ها راه ورود به دنیای جدید و جادویی هستن. هیجان و کنجکاوی در دلش روز به روز بیشتر میشد. هری کم کم متوجه شد نامه ها دعوتنامه‌ای به مدرسه جادویی هستند. هر نامه اون رو نزدیکتر به حقیقتی میکرد که نمیتونست تصورش رو بکنه. زندگیم دیگه هرگز مثل قبل نخواهد بود. ورنون و پتونیا هر کاری کردن تا هری نامه ها رو نخونه، ولی هری دیگه کنجکاو بود و نمیتونست مقاومت کنه. او حس میکرد که این نامه ها مسیرش به دنیای جادوگری رو باز میکنن. حتی دادلی که همیشه حسادت داشت نمیتونست جلوی هیجان هری رو بگیره. هری در شب کنار چراغ کوچیک نامه ها رو نگاه کرد و به خود گفت یه دنیای جدید منتظر منه. یه چیزی بزرگتر از من و دادلی و چیزی که مطمئنم زندگی من دیگه مثل قبل نخواهد بود. خب بچه‌ها، اینجا بود که فهمیدیم ماجرای هری پاتر تازه داره جون میگیره. یه عالم نامه که انگار از دنیای خودشون فرار کردن و فقط دنبال یه آدم میگشتن. هری. هرچی دورسلی ها جنگیدن، فرار کردن، پنهون شدن، نامه ها دست بردار نبودن. انگار یه نفر اونور دنیا با تمام قدرتش میخواست به هری یه چیز مهم رو برسونه. یه دعوت بزرگ، یه شروع تازه و یه قدم به سمت دنیای جادو.
اگه از این قسمت خوشتون اومد و دوست داشتین ماجراهای دیوونه کننده بعدی رو از دست ندین، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنین، چون قسمت بعدی واقعا خفنه. هرچی جلوتر میریم داستان جذابتر و پر رمز و رازتر و فوق‌العاده تر میشه. حالا من از شما یه سوال دارم. به نظرتون اون نامه ها چرا اینقدر اصرار داشتن به دست هری برسن؟ فکر میکنین دلیلش فقط مدرسه جادوگری بود یا یه چیز مهمتر پشتش بود؟ برام کامنت کنید.